مقامات تاجیکستان بعد تخمیناً یک هفته پخش اظهارات از جانب مقامات افغان که مرزبانهای تاجیک را در قتل شهروندان بیگناه افغانستان گناهکار کردند به پایه و اساس خواندند. مقامات ولایت افغان در مطلب ادعا دارند که مرزبانان تاجیک شهروندان افغان را به خاطر گرفتن مدال به قتل می‌رسانند. روز 13 نوامبر محمد جان اولوخوجایف سخنگوی نیروهای مرزبانی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت که رهبریت این ساختار قدرتی خبر کشته شدن شهروندان ملکی افغانستان از سوی مرزبانان تاجیک در ولایت بدخشان را بررسی کرده به چنین نتیجه رسیده است که خبر نشر شده در کشور همسایه کاملا بی اساس و تهمت می باشد. جناب اولوخوجایف گفت ریاست مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان موظف شده است که خبری نشر شده در مطبوعات افغانستان را تهمت و به اساس اعلام کند، زیرا چنین حادثه اصلا رخ نداده است و چنین خبرها رابطه های دوستانه دو کشورها خللدار می سازند. در صورت رخ دادن حالتهای نابهنگام در همه قطعه‌های مرزی، نمایندگان ساختارهای قدرتی هر دو کشور افغانستان و تاجیکستان آنها را بررسی میکنند، اما در مورد خبر پخش شده هیچ نهادی از سوی افغانستان به ما مراجعت نکرده است. در مطلب با نام افغانستان تاجیکستان را در کشتار ساکنان ملکیش عیبدار میکند که روز پنجشنبه گذشته در خبرگزاری پژواک نشر شد. مقامات ولایت بدخشان افغانستان در مثال مرگ دو شهروند این کشور در مرز با تاجیکستان مرزبانهای تاجیک را در کشتار به خاطر جایزه گناهکار کردند. با نوشته این خبرگزاری حادثه قتل دو ساکن آسایشته افغانستان روز سه‌شنبه در شمال و شرقی ولایت بدخشان در مرز با تاجیکستان رخ داده است. محمد امان نسیم یک فرمانده نیروهای مرزبانان افغانستان به این خبرگزاری گفته است که مرزبان تاجیک دو ساکن آسایشته روستای اهدرایی ناحیه اشکاشم این ولایت را به قتل رسانیدند. طالب‌الدین قادری یک عضو شورای ولایتی در صحبت با پژواک ادعا کرده است که نظامیان تاجیک طول چند سال است که ساکنان آسایشته را در منطقه‌های وهان و اشکاشم افغانستان مورد قتل قرار می‌دهند. او ادعا کرده است که طلب آنها از جانب تاجیکستان برای شرح این قضیه‌ها بی پاسخ مانده است. جناب قادری در ادامه ادعا کرده است که مقامات تاجیک برای کشته شدن قاچاقچیان افغان مواد مخدر به مرزبانان مدال وعده کردند و به این دلیل مرزبانان به جای قاچاقچیان ساکنان آسایشته را به قتل می‌رسانند. مرزبانان تاجیک این اظهارات را نفرت انگیز و یک حماقت نامیدند. مرزبانهای تاجیک وظیفه کسبی خود را با احساس بلند وطن دوستی انجام می‌دهند. آمده است در اظهارات مرزبانان تاجیک گفته می شود که حادثه کوشش عبور مرز افغانستان و تاجیکستان شب 5 نوامبر 3 نفر تلاش داشتند با 2 خلطه حامل 15 کیلوگرم حشیش وارد خاک تاجیکستان شوند. در نتیجه 1 نفر کشته و 2 نفر با جراحت‌ها از مکان حادثه فرار کردند. صبح 6 نوامبر با اطلاع مرزبانان تاجیک در جای حادثه 2 خلطه دارای مواد مخدر آشکار شده است. مقامات تاجیک اسم 2 نفر را برده است که قاچاقچیان احتمالی میباشند. جمعه خان ولد عسکر 22 ساله بعد فرار از مرز توسط 5 در بیمارستان سلطان اشکاشم از خونروی شدید جان باخته است و پدر او عسکر ولد مشکی 43 ساله در دریا غرق شده است. جسد او روز دیگر در ساحل پیدا شده است. نوشتند مرزبانان تاجیک چنین حادثه ها تا زمان در خاک افغانستان صلح و ثبات حکمران نشود تکرار می شوند. آمده است در اظهارات مرزبانهای تاجیک در نهایت به همکاری با حسن تفاهم در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر با مرزبانهای افغانستان اظهار امیدواری کردند.